دوستان مرزیک هستم. چطوری بچه آقا بریم مانکرف، اما چالشه که شایان واسمون ساخته. اینجا واسمون یه دونه بوکن کویر گذاشته که ببینیم چیه. کریپر و بچه زومبی. خب برای شروع نقطه ضعف من رو آها نقطه ضعفش کریپر میتونه باشه یا بچه زومبی، چون ندیدم تا حالا بخواد بگه که کریپر من ازش بدم میاد، ولی همیشه از بچه زومبی گفته. یس درست. اوه چیز جان اینو چیه؟ خب با اینکه کرافتی تیبله، کرافتی تیبل اینجا بذاریم نسوزه. فهمیدم باید چیکار کنم. شما ذهن مریضتون بیلا گفت نیدرویت باید بسازیم. خیلی خوب، حالا اینجا اول باید این ویدر روز رو بکنم تبدیل به رنگ کنیم. آره درسته، اینم از این. خب اینو میذاریمش اینجا، میپریم. اینم میذاریمش اینجا. فهمیدم من که ذهن شایان رو میشناسم. من ذهن شایان رو نشناسم که ذهنش رو بشناسم. خب بعد اینکه الان من این کراشم بده. برو خدا. خب بچه های چالش رو فیل شد، اما شایان داداشم چیکار کردی؟ چیز بزرگی هستا؟ سیستم ردیسونی چقدر هم بالا ساخته. چیه؟ خب اینجا که شروعه، بعد اینجا رو میایم، اینجا هم که اون لابا هست، اینجا هم پافر فیشه، باید چست رو گذاشته به جای بلاک. خب اینجا هم لاوا بود که ما اینجا مردیم و اینجا دوباره چست بود. بستا ببینیم تو چسته چی بود. اسمش گیم مود کریتیو واتر باکت. اینا چرا کنده شدن؟ وایسا اینا رو الان بذاریم اینجا چه اتفاقی میفته؟ روی بوکن کویلم نوشته بود که اگه آخرش باگ بود بپر، یعنی پریدش اینجا بود. گیم واترکلو چرا نتونستم کنم. خب دوستان ایزوینونه که از چالش شایان خوشتون اومده باشه که من نتونستم برم. چرا؟ چون قشنگ رو نقطه ضعف من پا گذاشت، با قایق رو لاوا کلاچ کنم. شایان جون چرا واقعا رو نقطه ضعف من پا میذاری؟ من نمیفهمم، درکی ازت نه. مگه من رو نقطه ضعف تو تا حالا پا گذاشتم که تو هم میذاری؟ خب خدافظ.